درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. سیاره جهنمی از مجموعه درخت دانش. در این کیهان بی انتها میلیاردها کهکشان و تریلیون ستاره وجود دارد. این حقیقت بلافاصله پرسشی بنیادین در برابر ما قرار می دهد. آیا موجودات زنده‌ای غیر از ما زمینی ها در کیهان وجود دارند؟ آیا بهشت مسکون دیگری در اعماق فضا هست؟ در 2 دهه اخیر ابزارهای علمی پیشرفته‌ای مانند تلسکوپ‌های فضایی و امکان پردازش حجم عظیم داده‌ها جستجو به دنبال حیات فرازمینی را وارد مرحله جدیدی نموده است. از پروژه‌های چند صد میلیونی آژانس فضایی اروپا که در ارتفاع چند صد کیلومتری زمین به دوران گردش می‌کنند تا تلسکوپ 10 میلیارد دلاری جیمز وب که در نقطه لاگرانژی 2 و فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین حرکتی پیچیده را تجربه می‌کند، همگی جستجو به دنبال دستگاه‌های سیاره‌ای و مکان‌های مطلوب پیدایش حیات هوشمند را در کانون برنامه‌های خود قرار داده‌اند. تاکنون بیش از 700 سیاره خارج از دستگاه خورشیدی کشف شده است. اصطلاح سیاره خارجی یا اگزوپلنت برای این اجرام دوردست به کار می‌رود. بیشتر این سیارات غول‌های گازی همانند مشتری ما هستند، اما تعداد قابل ملاحظه‌ای نیز از سنگ ساخته شده‌اند که می‌توانند داوطلب مناسبی برای جستجوی حیات باشند. لیکن جستجو به دنبال یک بهشت فرازمینی در عوض دانشمندان را به کشف تعداد زیادی سیاره جهنمی راهنمود شده است. سیاراتی با محیطی آنقدر نامساعد و خشن که امکان هر گونه پیدایش و نمو و حیات در آنها منتفی است. این کورو 7b است، دنیایی که خشونت در آن به حد نهایی خود میرسد. 2 جهنم در یک سیاره، آنقدر به ستاره خود نزدیک است که ستاره آن به هنگام طلوع در افق 360 بار بزرگتر از خورشید در آسمان زمینی ما به نظر میرسد. در کورو 7b نخستین جهنم دنیایی بسیار داغ و جوشان است. سطح آن کوره‌ای با دمای 2000 درجه سلسیوس است. ماده مذاب سطح سیاره در حال جوشش دائمی است و بخشی از آن به صورت بخار وارد اتمسفر می شود. وقتی این بخار وارد قسمت‌های سردتر می شود، دوباره منجمد شده و تکه‌های سنگ از آسمان می بارد. این تصویری کلاسیک از جهنم نیست، اما نمی‌دانیم دقیقاً چه نامی بر آن بایستی گذاشت. اما این تنها نیمی از داستان است. سطح داغ سیاره در میدان گرانشی ستاره خود قفل شده و همواره روبروی آن قرار می‌گیرد. ماورای آن منطقه گلگومیش است. دما تا حدودی پایین می‌آید و اقیانوس مواد مذاب به صخره‌های سنگی بدل می‌شود. اما این منطقه قابل تحمل بسیار باریک است. به سمت قسمت پشت به ستاره که پیش رویم وارد جهنم دوم می‌شویم. این قسمت تاریک سیاره است. این از سیاره که هیچگاه خورشید خود را نمی‌بیند، تاریکی و سرمایی وحشیانه را تجربه می‌کند. دما حدود منفی 20 درجه سلسیوس است و تمامی صخره‌ها منجمد و یخزده‌اند. کورو 7b در سال 2009 کشف شد و اولین سیاره سنگی خارج از دستگاه خورشیدی بود که توسط ماهواره فرانسوی کورو کشف شد. در فاصله 2.6 میلیون کیلومتری ستاره خود به دور آن می‌گردد که تنها 1/60 فاصله زمین تا خورشید است. این فاصله نزدیک و مدت کوتاه حرکت انتقالی آن که تنها 20 ساعت طول می‌کشد، آن را به یکی از خشن‌ترین محیط‌های موجود در کیهان نامتناهی تبدیل کرده است. هر ستاره در این عالم بیکران می‌تواند یک دستگاه سیاره‌ای به دور خود داشته باشد. بنابراین تعداد سیارات کیهان می‌تواند چندین برابر تعداد ستارگان باشد. آیا در تعداد اندکی از این چند تریلیون سیاره می‌توان حیات هوشمند یافت؟ پرسشی که معلوم نیست چه زمانی به پاسخ آن دست یابیم.